از پیتزای 10 میلیارد تومانی گرفته تا بستنی کوچولوی 40 میلیون تومانی. این چیزای گرون کجا هستن؟ گرون قیمت ترین چیزهایی که فقط توی دبی میتونید پیدا کنید. درود به دوستان عزیز کانال شهر دانستنی. توی این ویدیو قراره با چیزهایی آشنا بشیم که فقط توی دبی پیدا میشن. پس بدون معطلی ویدیو رو لایک کنید تا بریم. گرونترین ساندویچ در دبی $180. شاید پیش خودتون فکر کنید احتمالاً ساندویچ استیک یا یه همچین چیزیه، ولی مایکل رستنگ فرانسوی که یه آشپز 2 ستاره و صاحب رستوران رستنگ در هتل آتلانتا و غذاخوری نخل جمیل در دبی هستش، ساندویچی اختراع کرده که بسیار ساده ولی بی اندازه خوشمزه است. این ساندویچ که از 2 برش نون سفید، 1 لایه کره و قارچ سیاه دنبلانی که هر اونس از اون $250 قیمت داره درست میشه و در آخر روی این ترکیب یک کمی نمک میریزه و این ترکیب $180 رو به عنوان گرونترین ساندویچ دبی تحویل شما میده. گرونترین رستوران دبی. رستوران المهارا در دبی گرونترین و لوکس ترین رستورانه که دکوراسیون خیلی زیبایی داره و غذاهای بین‌المللی و کوکتل‌های ویژه‌ای سرو میکنه. طراحی خاص رستوران و وجود آکواریوم بزرگی که توی رستورانه به شما حس غذا خوردن توی اعماق اقیانوس رو میده. رستوران دینر این د اسکای دبی هم یه رستوران خاص و منحصر به فرد و البته خیلی گرون که هیچ پله و ساختمانی نداره و شما در ارتفاع 500 متری غذای خودتون رو با چشمانداز خوشگل دبی سفارش میدین و البته برای رفتن به این رستوران شما باید از قبل صندلی رزرو کنید. گرونترین پیتزای دبی. هتل مدینه جمیرا جاییه که گرونترین پیتزای دبی و البته کره زمین سرو میشه. قیمت هر پیتزا رویال حدوداً $211,000 که البته به پول ما چیزی هلوش 10 میلیارد تومان ناقابل آب میخوره. داخل پیتزا رویال یا همون سلطنتی، ترافل سفید ایتالیایی، ترافل سیاه، زعفران، خاویار الماس ایرانی و قارچ‌های ژاپنی استفاده میشه و برای کامل کردن تجملات پیتزا 2 اونس طلای خوراکی هم روی پیتزا اضافه میکنن که باعث میشه پیپی اون عزیزی که اینا میخوره طلای رنگ بشه. اگر تو هم مثل من پول خرید این پیتزا رو نداری حتما ویدیو رو لایک کن. و حالا گرونترین هتل دبی. هتل برج عرب با یک شاهکار معماری پرزرق و برق وسط خلیج فارس که محبوبیت زیادی بین ثروتمندای دنیا داره و نماد شهر مدرن دبی محسوب میشه. برج عرب تنها هتل 7 ستاره و فوق لوکس دنیاست. این هتل یه منطقه فضای باز تماشایی داره که روی دریا شناوره و 2 تا استخر بزرگ هم توی همون فضا داره و قیمت اتاق‌های این هتل از شبی $1800 شروع میشه. گرونترین تاکسی‌های دنیا رو فقط توی دبی میشه دید. بوگاتی ویرون به عنوان تاکسی در دبی استفاده میشه که گرونترین تاکسی دبی و البته جهانه. اگر تو هم مثل من حیفت اومد که از همچین ماشینی به عنوان تاکسی استفاده میکنن حتما توی کامنت‌ها بهم بگو. گرونترین بستنی دبی به اسم بستنی الماس سیاه. این بستنی خاص و عجب غریب از ترکیب بستنی وانیلی خاصی که از ماداگاسکار وارد میشه و با زعفران اصیل ایرانی تهیه میشه و روی اون از ترافل‌های سیاه ایتالیایی استفاده میشه. مهمتر از همه اینه که با تراشه‌های طلای خوراکی اون رو تزیین میکنن و قیمت این بستنی ناقابل $820، یعنی چیزی حدود 40 میلیون واسه یه چوسه بستنی هزینه میکنن. اگر تو هم مثل من گریت گرفت که واسه یه اسکوپ بستنی 40 میلیون هزینه میکنن حتما سابسکرایب کن. گرونترین خاویار دنیا به اسم خاویار رویال. یکی از گرون قیمت ترین خوراکی‌های دبی خاویار رویاله که از ماهی خاویار سفید که در اوج بلوغ صید شده گرفته میشه. این خاویار به قدری کمیابه که در سال فقط 50 کیلو از این خاویار رو میتونن تهیه کنن و قیمت قوطی 1 کیلویی این خاویار $80,000. رفقا امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو ساب کنید و اگر زنگوله رو بزنید میتونید جزو اولین کسایی باشید که ویدیوهای ما رو میبینید.